سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم، اما امروز میخوام بهتون فوش یاد بدم. خب شروع کردم، اما از اونجایی که نکات و مسائل منفی یه جورایی جذب میکنن و جاذبه دارن، میخوایم برای آموزش زبان استفاده کنیم. یعنی آموزش نکات منفی یک زبان میتونه شما رو جذب یادگیریش بکنه و براتون خسته کننده نشه. کلمه out رو همتون معنیشو میدونید، یعنی بیرون. out، بیرون. حالا میخوای به یه نفر بگی برو بیرون از اینجا، برو بیرون از اتاق، برو بیرون از خونه من، برو بیرون از کلاس، برو بیرون. چجوری میگیم؟ میگیم get out. get out. اوکی؟ یعنی برو بیرون. حالت امری داره. حالا بخوای اینو یکم بیادبانه تر بگی یا بیادبی چاشنیش کنی، میگی get the hell out. get the hell out یعنی بزن به چاک، گم شو بیرون. حالا اینو اگه بخوای فوق العاده بیادبانه ترش بکنی و بهش بگی دکمتو بزن، یا به قول ترکا یری، چی میگی؟ میگی get the out. چی شد پس؟ get the out یعنی دکمه رو بزن، یا به قول ترکا یری. خب این ویدیو هم تموم شد، ولی لایک و ساب و کامنت یادتون نره. Goodbye for now.